از حساب قبیلی نوروزی 200 تومانی، یک قالین، یک بالا پوش خارجی، یک قالیش خارجی به هر دو پهلوانی نوور جدا کرده شده. میدان به افاقه آورده شود، میدان به افاقه آورده شود. محترم پهلوان‌های وزنه سبک احترامانه خودتون میدان کار کنید. انوشیروان پهلوان از جمهوری تاجیکستان، امید پهلوان از جمهوری ازبکستان قوای همدیگر را دو پهلوان نومر می‌سنجند. در میدان نوروزی پنداره شونه دو اطراف میدان امید پهلوان، پهلوانی شناخته، پهلوانی نوور، انوشیروان پهلوان از جمهوری تاجیکستان. حاجی انوشیروان پهلوان، بالای انوشیروان حاجی انوشیروان اصحاب محسن پهلوان 100 تومانی دیگر زم کرده شد. احسن به هنر مولایشون. اسموبل دولت خواهش بگم چی نگاه برای نه چینه کسی هست چینه خلم نرسنه به مهمان های آل قدر. برای انوشیروان پهلوان از نامی هاشموف 50 تومانی دیگر زم کرده شد. 350 تومانی برد پهلوان ها. محترم داور حکم داور از چینه اطراف میدان بودگی ها. چینه پهلوان ها یک حرکت همه همین مخلصان و آرزومندی تماشای هنری والای شما محسن جان پهلوان همون طرف خودتون با افاقه میاره دیگر نفرار نمونه دخالت کنم. یک دقیقه از جانبی داور وقت جدا کرده شد. توبلم چینه توبلم. بعد این دست داور محترم نوروز فراغت میکنن توقیف آماده باشند برای ادامه دادن داوری میدان. گفته نماند در منطقه به خیالم اولین و آخرین نوروز باشد و همه کس میخواهند اینکه یک نقش، یک سهم خود را، یک هنر خود را به نمایش بذارند. میدان از دلیر است، حکم داور است. پهلوان ها فراغت میکنند و هر دو پهلوان برای هنر مولایشان. احسن، مرحمت پهلوان های مهمان.